يتألق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و با درود و سلام خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و گرامی، با شما عزیزان و بزرگواران هستیم در برنامه امامان وهابی شیعه. همونطوری که میدونید در این برنامه ثابت کردیم و ثابت خواهیم کرد که امامانی که شیعیان آنها را ائمه خود و امامان بلافصل و منصوص از طرف الله سبحانه و تعالی میدانند، همان عقیده ای رو داشتن و تبلیغ میکردن و مردم رو دعوت میکردن که محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه و کسانی که روافض امروز اونها رو سران وهابیت میدانند همان عقیده رو داشتن. در قسمت هایی که گذشت ابوابی از کتاب توحید، مهمترین اثر اعتقادی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه رو مورد بررسی قرار دادیم و دقیقاً همان مطالبی رو که ایشون در این کتاب ذکر کردن و به عنوان عقیده توحید و یکتاپرستی و عقیده ناب اسلامی و اهل سنت و جماعت مطرح نمودن، همون عقیده رو امامان وهابی شیعه داشتن. امروز 129 روز می‌گذرد از ارسال نامه‌هایی به مراجع شیعه، به آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله نجم الدین طبسی. در اولین قسمت از برنامه امامان وهابی شیعه ما سه نامه عنوانی این سه شخصیت معروف از علما و مراجع شیعه که بیشترین فعالیت ها رو بر ضد وهابیت به قول خودشون داشتن ارسال کردیم و از اونها خواستیم که سه باب از ابواب کتاب توحید رو انتخاب بکنن و تناقض و مخالفت هایی که عقیده محمد ابن عبدالوهاب با عقیده امامان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشته را از احادیث صحیح صریح و بدون معارض شیعه بیان نمایند که همچنین 129 روز می‌گذرد و این مراجع شیعه در سکوت مرگبار فرو رفتند. مانند همیشه در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که من قبل از اینکه به موضوع این هفته بپردازیم عرض سلام و ادب و خیر مقدم دارم خدمت شما. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب عالی هستم با بازخوانی بابی دیگر از ابواب کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز گرامی، در این هفته می‌خوایم در وارد باب 12 از کتاب توحید که باب استعاذه به غیر الله یا پناه جستن به غیر الله سبحانه و تعالی است صحبت بکنیم. در خدمت حضرت مولانا هستیم تا نخست مروری داشته باشیم به این باب و آنچه که محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه ذکر کرده در کتاب توحید و بعد هم تایید همین مطالب رو از زبان ائمه بزرگوار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با هم خواهیم دید. جناب استاد. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. یکی از گونه های شرک در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و قبل از نبوت ایشان بوده پناه جستن به غیر الله متعال بوده. همان گونه که توسل به غیر الله یا همان استغاثه و طلب حاجت از غیر الله یکی از گونه های شرک بوده در آن زمان و در دوران جاهلیت. استعاذه به غیر الله، پناه جستن به غیر الله یکی از مواردی بوده که جزو گونه های شرک در زمان جاهلیت بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو از بین بردند. در مورد این که چگونه از گونه های استعاذه شرک هست، مانند خود استعاذه من در ابتدای برنامه‌ای که در مورد طلب حاجت از
غیر الله بود، استغاثه از غیر الله متعال، توضیح دادم که اگر استغاثه از یک فرد زنده باشد، از یک انسان حی و حاضر و موردی که تحت اختیار و تحت قدرت انسان هست، اگر چنین موردی از انسان طلب شده باشد، استغاثه شده باشد، این به هیچ عنوان نه کفر هست و نه شرک هست و حتی شاید کراهتی رو هم نداشته باشد، همان گونه که یکی از افراد بنی اسرائیل از حضرت موسی علیه السلام استغاثه فرمود. پس بنابراین استغاثه و همچنین استعاذه یعنی طلب پناه یا پناه جستن به غیر الله متعال به یک انسان در موردی که انسان توانایی کمک دارد، در حیطه نفوذ و قدرت انسان هست که ما را پناه بدهد، این مورد جز موارد اختلافی نیست و این مورد شرک شمرده نمی شود و مبحث ما هم در این مورد نیست. آنچه که مورد بحث هست این است که یک انسانی از یک مرده طلب پناه بکند، پناهنده بشود به یک مرده یا پناهنده بشود به غیر الله متعال در مواردی که جزء خواص الله متعال هست، کارهایی که مخصوص الله متعال هست، پناه میبرد به یک فردی غیر از الله متعال که این موارد جزء شرک هستند. در قرآن کریم در آیات متعددی الله متعال ما رو دستور داده که صرفاً به الله متعال پناه بجوییم، همان گونه که باید تنها از الله متعال کمک بجوییم، تنها از الله متعال حاجت خودمون رو طلب بکنیم. در مورد پناه جستن و استعاذه هم دستور داده شده که صرفاً به الله متعال مراجعه بکنیم و پناهنده الله متعال بشویم. به طور مثال در سوره اعراف آیه 200 آیه رو داریم که الله متعال دستور میدهد به رسول الله صلی الله علیه و سلم و میفرماد و این ما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. اگر از جانب شیطان دچار وسوسه‌ای شدی، حمله شیطانی بر تو صورت گرفت، فاستعذ بالله، پناه بجو به الله متعال، زیرا که الله متعال سمیع و علیم هست. و این در واقع آیه با همین تعبیر در سوره فصلت هم اومده و این ما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، به استثنای این که در آخرش اومده انه هو السمیع العلیم. یک تفاوت بسیار اندکی رو دارد و یک دستور اکیدی هست از جانب الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم که هر وقت که از جانب شیاطین و جنها مورد حمله قرار گرفتی، پناه بجوی به الله متعال، زیرا که الله متعال شنوا و دانا هست و به تو پناه خواهد داد. فصلت آیه چندم بود؟ فصلت آیه 36 فکر کنم باشه که الله متعال میفرماد و در سوره اعراف آیه 200 است. و غیر از این باز هم در مواردی که جالب این است که تمام اینها یک نوع دستورهایی هست به رسول الله صلی الله علیه و سلم و قطعا دستوری که به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده می شود طبعا دستوری برای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم هست، مگر مواردی که خاص رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه و با دلایل قطعی مشخص شده باشد که این دستور ویژه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و همچنین در سوره مؤمنون الله متعال می‌فرماید و خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و امر هست قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، ای پیامبر من بگو. در سوره مؤمنون آیه 98 هست که الله متعال دستور داده به رسول الله صلی الله علیه و سلم که ای پیامبر من این دعا را بخوان، قل بگو، این ورد را، این ذکر و اوراد را همیشه داشته باش، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، از وسوسه های شیاطین و از حمله های شیاطین من به تو پناه میبرم، و اعوذ بک رب ان یحضرون، پروردگار را از این که شیاطین دور بر مرا فرا بگیرن من به تو پناه میبرم. یا در سوره نحل بازم آیه 98 میبینیم که الله متعال دستور میدهد به رسول الله صلی الله علیه و سلم که همه من و شما این دستور الهی رو اجرا میکنیم در مورد این که در ابتدای قرائت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوییم. الله متعال صراحتا به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که فاذا قرأت القرآن، وقتی که قرآن را میخوانی، وقتی که آغاز میکنی تلاوت قرآن کریم را، فاستعذ بالله، به الله متعال
متعال پناه بجو من الشیطان الرجیم از شیطان رانده شده. اینها دستوراتی هست از جانب الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم و طبعا هم دستوراتی هستند به ما مسلمانان و بهتر و زیباتر و عامتر از تمامی این آیات دو سوره آخر قرآن کریم هستند که همه بچه ها الحمدلله این سوره ها را حفظ هستند، سوره فلق و سوره ناس که با جمله قل اعوذ در واقع آغاز شده، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. و جالب این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این که این دو سوره آخر قرآن یا معوذتین نازل شدند، حضرت حسن و حسین رو همیشه با این دو سوره تعویض می‌کردند و اونها رو در پناه الله متعال قرار می‌دادند. یعنی این دو سوره را می‌خواندند و می‌دمیدند بر حضرت حسن و بر حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما. و حتی خود ایشون هم یکی از عادت‌ها و سنت‌هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند این دو سوره را و همچنین سوره قل هوالله احد را شبها همیشه قبل از خوابشون می‌خواندند و بر خودشون می‌دمیدند، در دسته‌هایشون می‌دمیدند و دسته‌ها رو بر تمام بدن خودشون می‌کشیدند. و این راهی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم و عملاً به ما نشان دادند که تفسیر قرآن هست. پس بنابراین یکی از دستوراتی که از جانب الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم و طبعاً به ما مسلمانان داده شده این است که در تمامی امور خودمان به الله متعال پناهنده بشیم. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در باب 12 کتاب التوحید یک بابی رو مشخص کردند و عنوانش رو این زدند که باب من الشرک الاستعاذة بغیر الله. یکی از موارد شرک و یکی از گونه‌های شرک پناه بردن به غیر الله است. قطعا مواردی رو قبلا عرض کردم جز بحث ما نیستن، یعنی پناه بردن به انسان در مواردی که انسان توانایی کمک کردن را دارد. به طور مثال یک حیوان درنده شما رو دنبال کرده، در خونه یکی میرسید میگه که فلانی مرا نجات بده، مرا پناه بده، اونم در رو باز میکنه شما تا اینکه از شر این حیوان نجات پیدا بکنید. این هیچ گونه اشکالی نداره. شما در جنگ با دشمن هستید، یکی از سربازان دیگر همسنگرانتون اون رو صدا میزنید که مرا پناه بده و مرا به سنگر ببر، هیچ گونه اشکالی در این مورد نداره. اما این که من الان نشستم و بگم که یا رسول الله مرا پناه بده، یا فلان مرده یا فلان امام یا فلان پیر مرا مثلا پناه بده، در پناه تو من هستم، یا این که ای علی در روز قیامت مرا از آتش جهنم پناه بده، این مواردی که هستند اینها جزء اصل مطلب هستند که شرک هستند و به غیر از الله متعال ما اجازه نداریم که به هیچ انسانی در مواردی که تحت اختیارش نیست یا جنی یا زنده و مرده در واقع پناه بجوییم. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در ابتدای این باب یک آیه‌ای رو ذکر کردند از سوره جن، آیه 6 هست که الله متعال می‌فرماید که و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قبلا این گونه بوده که افرادی از انسانها، مردانی از انسانها، یعنی تعدادی از انسانها پناه می‌بردند به هم نوعانشون از جنس، یعنی به مردانی از قبیله جن، از جن به جنها پناه می بردن، فزادوهم رهقا، و این باعث شد که اونها بیشتر سوء استفاده بکنند از این انسانها و خسارت و زیان بیشتری رو بر این انسانها وارد بکنند. در روایات اهل سنت و الجماعت اومده که در زمان جاهلیت، زمانی که مشرکان میخواستند که سفر بکنند، وقتی که در یک مسیری و در یک رودخانه‌ای به طور مثال اتراق میکردند و شب میگذراندند، در اونجا میگفتند که ما پناه میبریم به رئیس این وادی و این رودخانه از افراد سفیه و نادان قومش، یعنی پناه میبردند به جنها. و این یکی از گونه های شرک بود که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم ایشون با این گونه شرک مبارزه کردند و راه صحیح استعاذه و پناه جستن را و اون کسی را که پناهجو هست و ببخشید یعنی پناه میدهد به انسانها، اون رو هم الله متعال هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم مشخص کردند که ملجأ ما فقط و فقط باید الله متعال باشه. مانند مشرکینی که امروز وقتی دچار مشکلات و سختی ها میشن داد میزنن که یا امام حسین به تو پناه میبریم یا امام زمان به تو پناه میبریم. قطعا یعنی تفاوتی نداره که انسان در حالت یعنی اضطرار باشه، به مشکلاتی دچار شده باشد، یا اینکه حتی در حالت عادی بگوید که من به فلان امام پناه میجویم.
چه از شر دنیا باشد، چه از شر و عذاب آخرت باشد، در مواردی که در حیطه قدرت یک انسان نیست. وقتی که انسان مرده در واقع هیچ گونه اختیاری رو، دخل و تصرفی رو در دنیا ندارد. حتی اگر یک فردی زنده باشد، از من دور هست، در یک شهر دیگری هست و از اینجا من صدا میکنم فلانی مرا نجات بده، فلانی مرا پناه بده، این در واقع شرک است. زیرا که حاضر و ناظر بودن، سمیع و علیم بودن جزو صفات اختصاصی الله متعال هست. وقتی که یک فردی، یک انسانی میآید انسانی دیگر را صدا میزند، چه این انسان زنده باشد اما دور از من هست، صدای ما رو نمیشنود، یا این که مرده باشد و مردگان قطعا صدای ما رو نمیشنوند و اگر این مرده کنار ما باشد هم نمیشنود، چه برسد که الان هم مرده هست و هم دور از ما هست، صدای ما رو نمیشنوند. سمیع بودن و علیم بودن ویژگی الله متعال است. بین خاطر الله متعال در سوره اعراف و در سوره فصلت به ما دستور میدهد و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، به الله پناه بگیر. چرا؟ زیرا که الله متعال سمیع و علیم هست و بقیه سمیع و علیم نیستند. انسانی که دور هست سمع و بصرش به اندازه نیست که صدای مرا بشنود یا مرا ببیند، علمش به اندازه نیست که از وضعیت من آگاهی داشته باشد و همچنین مرده ای را که در قبر هست ولو اینکه در کنار من باشد سمیع و علیم نیست و توانایی پناه دادن به من را ندارد. به این خاطر الله متعال در واقع به ما دستور داده که صرفاً به الله متعال پناه بجوییم و از هیچ کسی بیمی و به هیچ کسی امیدی غیر از الله متعال نداشته باشیم. من قبلا هم عرض کردم که دعا کردن و طلب کردن اساسش بر این هست که ما دعا میکنیم برای جلب منفعت یا برای دفع مضرت. آن کسی که از من دور هست و من به اون پناهنده میشوم نه صدای مرا میشنود، نه بر حال من آگاهی دارد و نه حاضر و ناظر هست و نمیتواند که به من نفع و ضرری برساند. پس بنابراین این یک دعای بیهوده‌ای هست، یک طلب بیهوده‌ای هست و عرض کردم که خواستن از غیر الله متعال، چه پناه خواستن باشد چه کمک خواستن باشد، تمام اینها جز موارد شرک هستند، خصوصا در مواردی که انسان توانایی کمک کردن را نداشته باشد و در حیطه نفوذ و اختیارات انسان نیست. این تفسیری که در مورد این آیه 6 سوره جن از اهل سنت و الجماعت نقل شده از خود شیعه هم در کتاب‌های متعددی نقل شده. به طور مثال در تفسیر قمی، دوستان اگر نمایش بدن این کتاب را، تفسیر قمی هست و در سوره جن و تحت تفسیر همین آیه مطالبی را در این زمینه نقل کرده. در اینجا روایتی هست از احمد ابن حسین، از ابن فضال، از ابان، از زراره نقل شده. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله، در مورد این آیه از امام ابو جعفر باقر من این سوال را کردم. این آیه این هست که و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تفسیرش است قال الرجل ينطلق الى الكاهن، که یک فردی برود پیش یک کاهن و غیبگویی، الذی کان یوحی الیه الشیطان، اون کاهنی که شیطان به اون وحی میکرد، یعنی جنها با اون ارتباط داشتن و اخبار غیبی رو به اون میرساندن. فیقول قل لشیطانک ان فلانا قد عاذ بک، و میگوید که به شیطان خود بگو، یعنی این فرد به کاهن میگوید که تو به شیطان خودت، اون جنی که با تو ارتباط دارد، به اون بگو که ان فلانا قد عاذ بک، فلانی به تو پناهنده شده، پس بنابراین پناهش قبول بکن. وقال علی بن ابراهیم فی قوله و انه کان رجال من الانس الى آخر قال کان الجن ينزلون على قوم من الانس ويخبرونهم بالاخبار التي سمعوها في السماء من قبل مولد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان الناس يكهنون بما اخبروهم الجن قولوا فزادوهم رهقا ای خسرانا، که انسان‌هایی می‌رفتند پناهنده می‌شدند به جن‌ها که اونها را در واقع از شر روزگار حفاظت بکنند و این موردی هست که الله متعال در اینجا این را نکوهش کرده و در این آیه به آن اشاره شده و همین آیه را شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه مبنا قرار داده که انسان مسلمان در هر حال باید به الله متعال پناه ببرد به استدلال از این آیه و روایاتی که در این زمینه وجود دارد.
و یک آیه در اینجا آورده و یک حدیثی، یک روایتی هست از روایات اهل سنت و الجماعت و روایت این هست: ان خولة بنت حکیم قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که خوله میگه من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشان فرمودند هرگاه انسان در یک منزلی فرود بیاید، اتراق بکند، یک جایی در بیابانی برای استراحت یا در یک شهری و وقتی که در اونجا میخواد منزل بگیرد و استراحت بکند، این دعا را بخواند: اعوذ بکلمات الله التامات، به کلمات تامه الهی من پناه میجویم، من شر ما خلق، از تمام مخلوقات الله متعال، از آفریدگان الله متعال. لم یضره، همین جمله را اگر بگوید اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، و زیبا هست که این آیه را بینندگان عزیز و این در واقع حدیث را و دعا را حفظ بکنند: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی در یک جای اتراق میکند این دعا را بخواند، لم یضره شیء حتی یرتحل من منزله ذلک، تا زمانی که از اون منزل کوچ بکند و برود هیچ گونه ضرر و زیانی به اون نمیرساند. یعنی از ضرر در واقع حشرات و حیوانات الله متعال و همچنین از ضرر جنها الله متعال او را حفظ میکند. این روایت صحیحی است. این روایت هم در اینجا از صحیح مسلم آمده، رواه مسلم که امام مسلم رحمت الله علیه شماره 22708 این روایت رو در واقع ذکر کرده در کتاب خودش. این روایت اهل سنت و الجماعت است و دقیقاً همین مطلبی رو که در اینجا شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه آوردند و فرمودند این روایت رو از صحیح مسلم ذکر کردند، دقیقاً همین روایت در کتاب‌های شیعه هم وجود دارد. به طور مثال در کتاب من لا یحضر الفقیه هست در اینجا که شیخ صدوق یکی از کتب اربعه شیعه هست، در این کتاب روایتی هست، روایت 1358 روایت 1358 و جلد یکی این کتاب هست و صفحه 157 این کتاب از این چاپی که بنده دارم و ابواب الصلات و حدودها که در مورد ابواب و تعریف و حد و مرزهای نماز هست. روایت 1358 و روى سعد الاسکاف عن ابی جعفر علیه السلام انه قال من قال هذه الكلمات فانا ضامن ان لا يصيبه عقرب ولا هامة حتى يصبح. امام جعفر فرمودند که هر کسی که این کلمات را و این جمله را تکرار بکند من ضامن او هستم که هیچ عقربی و هیچ حیوان و حشره دیگری به او ضرر و زیانی نرساند حتی یصبح، تا زمانی که صبح بشود. یعنی اگر کسی در شب این را بخواند امام باقر فرمودند که من ضامنم که تا صبح هیچ گونه ضرر و زیانی به این انسان نرسد. کلمات چی هستند؟ اعوذ بکلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ و من شر ما برأ و من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقیم. این اعوذ بکلمات الله التامات دقیقاً همون مطلبی هست که شیخ محمد ابن عبدالوهاب از امام مسلم نقل کردند که من پناه میبرم به کلمات تامه الله متعال که هیچ انسان یا موجود نیکو و بدی نمیتواند که از آن تجاوز بکند، از شر تمام مواردی که الله متعال آفریده و خلق کرده و از شر هر حیوانی که الله متعال اختیار داره او هست، من پناه میبرم به الله متعال. و دقیقاً عین همین الفاظ در روایات اهل سنت و الجماعت هم در واقع ذکر شده. پس بنابراین از جانب الله و رسول به ما دستور داده شده که صرفاً به الله متعال پناه ببریم. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، یا روایتی رو و تعبیری رو که در گفتار امام باقر رحمت الله علیه ذکر شده بود، هر دو تا یک مورد رو بیان کرده و آن پناه جستن به کلمات تامه الهی هست. با توجه به آیه‌ای که قبلا ذکر کردیم و تفسیر این آیه از تفسیر قمی و روایات اهل سنت و الجماعت و همچنین توضیح این روایتی که در اینجا امام مسلم رحمت الله
الظاهره اینو روایت کردند و شیخ محمد ابن عبدالوهاب از امام مسلم هم در اینجا نقل کردند. پس بنابراین انسان مسلمان به مقتضای ایمانش باید بیم و امیدش، خوف و رجایش صرفاً باید متوجه الله متعال باشد. فقط و فقط از الله متعال امید منفعت داشته باشد و فقط و فقط از الله متعال امید داشته باشد که ضرر رو از اون دور بکند و نفع رو به انسان برساند. هیچ کسی دیگر غیر از الله متعال مالک نفع و ضرر انسان نیست. این آیه و این روایت رو شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه ذکر کردند و چند مورد رو در اینجا استنباط کردند. فیه مسائل، این آیه و حدیث مشتمل بر چندین نکته هستند. الاولی تفسیر آیه الجن. نقطه اول تفسیر آیه جن هست که ما قبلا عرض کردیم که انسانهایی در زمان جاهلیت به جنها پناه می بردن، فزادوهم رهقا، که این باعث می شد که جنها بیشتر در واقع سرکش بشوند و بیشتر ضرر و زیانی به انسانها وارد می کردن. اولین نقطه تفسیر آیه جن هست. نقطه دومی که در اینجا شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه ذکر کردن، الثانیه کونه من الشرک، این جزء موارد شرک هست، زیرا که قبلا عرض کردم که انسان مسلمان باید نفع و ضرر را صرفا از الله متعال بخواهد. این که ما معتقد باشیم که جنها صدای ما را میشنوند و توانایی دارند که به ما نفع برسانند یا ضرری رو از ما دور بکنند یا مردگان، ائمه، پیامبر، این جزء موارد شرک است. بدین خاطر شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه می‌فرماید که استعاذه به غیر الله همانند استعانه به غیر الله یکی از گناه‌های شرک است. نقطه سومی رو که در اینجا ذکر کردن، الاستدلال علی ذلك بالحدیث، استدلال به حدیث در این مورد استدلال میکند از حدیثی که ذکر کرده که اعوذ بکلمات الله التامات لان العلماء استدلوا به على ان کلمات الله غیر مخلوقه قالوا لان الاستعاذة بالمخلوق شرک. میگه از این حدیث این استدلال شده که پناه جستن به کلمات الهی جایز هست و از این روایت استدلال کردند که اعوذ بکلمات الله التامات شرک نیست و کلمات الله مخلوق نیستند، زیرا که توسل کردن یا به تعبیر بهتر استعاذه به مخلوق و در واقع جزء مواردی هست که شرک هست، چون که در این روایت اهل سنت و شیعه هست اومده که اعوذ بکلمات الله التامات، پس بنابراین معلوم میشد که کلمات الهی مخلوق نیستند و اگر مخلوق بودن توسل کردن و استعاذه به آن جایز نبود. نقطه چهارم فضیلت هذا الدعاء مع اختصاره، این دعا با وجود اینکه بسیار کوتاه هست فضیلت و تأثیر خیلی زیادی را دارد که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که تا صبح هیچ گونه گزندی به انسانی که این دعا را خوانده نمیرسد و همچنین در کلام امام باقر هم این نکته بود. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. این نکته جالبی است در اینجا ذکر کرده و میگه این که ما از یک موردی به ما نفعی برسد یا دفع ضرری برسد، اگر در یک موردی از یک مخلوقی به ما نفعی برسد یا دفع ضرری بشود، این معنیش این نیست که این مورد جز موارد شرک نیست. همان گونه که پناه جستن به رئیس جنها و به شیاطین چه بسا که انسان رو از ضرر و زیان نگه دارند و انسان رو محفوظ بکنند، اما با وجود این منفعت این مورد جز موارد شرک هست. پس بنابراین صرفاً به مواردی ما باید استناد بکنیم و استعاذه بکنیم و پناه بجوییم که الله متعال به ما اجازه داده و کسی مالک نفع و ضرر ما نیست غیر از الله متعال. پس بنابراین همان گونه که فقط و فقط از الله متعال کمک می‌خواهیم و استعانه می‌کنیم در مورد استعاذه و پناه جستن فقط و فقط باید به الله متعال پناه بجوییم. جزاکم الله خیر. بیننده اینجا در زیر لینک پخش زنده ما در فیسبوک نوشته بودن که جناب استاد اگر که این دعا رو برای ما بنویسید تا حفظ بکنیم. من لینک کتاب پناهگاه مسلمان رو گذاشتم، اگر در مورد این کتاب کمی توضیح بدید، چون متاسفانه در زندگی روزمره خیلی از انسان ها هستن که به جای اینکه به همین دعا و اذکاری که در قرآن و سنت ذکر شده به اشخاص و فالبین و جادوگر و به این مسائل پناه میبرن. و هر
بیننده عزیزی که این کتاب رو بخواد میتونه از طریق ایمیل book@wisalhaq.tv تماس بگیره. عزیزانمون در کتابخانه وصال حق فایل PDF و ورد این کتاب رو ارسال میکنن. در مورد پناه جستن یا به صورت کلی ادعیه‌ای که وجود داره از رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینها بزرگترین آموزش هستند برای ما. یعنی در دعاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر ما نگاه بکنیم و همچنین ادعیه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم پر هست از استعاذه به الله متعال. یعنی دقیقاً آیاتی رو که من برای شما خوندم از جانب الله متعال دستور داده شده بود به رسول الله صلی الله علیه و سلم که صرفاً به الله متعال پناه بجویند. نمونه بارز این پناه جستن ها به الله را ما در ادعیه و اذکار روزانه می‌بینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیتشون همیشه اینها را در زبان جاری می‌کردند. پناهگاه مسلمان یکی از کتاب‌های مختصر و جالبی هست. شیخ سعید قحطانی حفظه الله اینو تالیف کردند، به زبان فارسی هم ترجمه شده و دعاهای صحیحی رو در این کتاب جمع‌آوری کرده و کتاب بسیار زیبا و مختصری هم هست و انسانی که واقعا در تمام روز خودش، شبانه روز خودش پایبند این اذکار و اوراد باشد، این ادعیه صبحگاه و شامگاه را و به ادعیه رو که بنابر مناسبت‌های خونده می‌شوند اگر اینها رو همیشه ورد زبان بکند، یعنی یک ارتباط تنگاتنگ و بسیار نزدیکی رو با الله متعال دارد و قطعا این ادعیه در حفاظت انسان از شر روزگار، از شر جنها و از شر انسانها و بقیه مخلوقات و حشرات و حیوانات تأثیر بسیار زیادی رو در حفاظت انسان دارند و من توصیه می‌کنم که این کتاب را یا همچنین کتاب‌های دیگری رو که در این زمینه هست مانند کتاب صحیح الکلم الطیب که باز هم در کتابخانه عقیده وجود داشته و به نام مناجات رسول الله صلی الله علیه و سلم هم وجود داره که روایات صحیحی رو که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در کتاب الکلم الطیب جمع کرده بود و روایاتی چه بسا که ضعیف بوده باشند شیخ البانی رحمت الله علیه اومده و این روایات رو دوباره سره و ناصرش از همدیگر جدا کرده و به عنوان صحیح الکلم الطیب چاپ شده و در زبان فارسی هم به نام مناجات رسول الله صلی الله علیه وسلم چاپ شده و در کتابخانه عقیده هم هست. جزاکم الله خیر. بله دوستان عزیز گرامی، کتاب مناجات رسول الله صلی الله علیه و سلم و یا کتاب پناهگاه مسلمان رو میتونید از کانال ما در تلگرام که بله احمد جان زیرنویس کردن از این آدرس میتونید از اونجا دریافت بکنید و همچنین عزیزانی که از طریق ایمیل دوست دارن این کتاب رو نسخه ورد و PDF شو داشته باشن میتونن تماس بگیرن در ظرف 24 ساعت ان شاء الله همکاران عزیزمون در کتابخانه وصال حق حتما این کتاب رو ارسال خواهند کرد. این کتاب زیبایی است، پناهگاه مسلمان. احمد جان اگر نشون بدی، ترجمه یونس یزدان پرست و در این کتاب میتونید دعای پوشیدن لباس، دعای هنگام داخل شدن به توالت، قبل از وضو، بعد از وضو، داخل شدن به مسجد، دعای رکوع و سجده و نماز و اذکار صبح و شب و اذکار خواب و واقعا کتاب زیبایی است که همه این دعا رو با روایت های صحیح از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یا از قرآن کریم جمع کردن. خب دوستان عزیز، با برنامه امامان وهابی شیعه با شما عزیزان هستیم و میان برنامه کوتاه میبینیم و دوباره برمیگردیم و در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود. با ما همراه باشید. چرا مراجع شیعه پاسخ نمیدهند؟ مراجع و نویسندگان شیعه امثال مکارم شیرازی و سبحانی و طبسی و غیرهم در این سالیان دراز که اهل سنت منبری در اختیار نداشته اند، صدها خرمن کاغذ سفید را روسیاه کرده و یک طرفه به نام نقد وهابیت هرچه خواسته اند گفته و نوشتند و مردم را از عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله بیم داده اند. واقعیت آن است که کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله عقیده مشترک و مسلم تمامی مسلمانان و در رأس همه عقیده امامان شیعه است. ما برای آن که حق و حقیقت برای همگان آشکار گردد، از مراجع شیعه تقاضایی به شرح زیر مطرح نموده ایم. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی جعفر سبحانی دامت افاضاتهم. خدمت آیت الله حاج شیخ نجم الدین طبسی دام ظله.
خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی دامت افاضاتهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تألیفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب التوحید، مهمترین تألیف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12 گانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارض امامان شیعه اثبات نمایید. و برای آنکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایت مورد استدلال صریح، صحیح و بی‌معارض باشد. و چنانچه کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی بینید، احتراما نظر خیش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاس گذاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه. پاسخهای ممکن. الف، کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله با عقیده امامان اهل بیت تفاوت دارد که در این صورت با ذکر دلیل بیان نمایید. با امامان شیعه در مورد مباحث اعتقادی اظهار نظر نکرده و عقاید اسلامی را به شیعیان خود نیاموخته‌اند. جیم، در مورد مباحث اعتقادی مذکور از امامان شیعه روایاتی صحیح در دست نیست و روایات شیعه متعارض و غیر قابل اعتماد است. دال، عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب هیچ تفاوتی با عقیده امامان شیعه ندارد و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله پیرو واقعی امامان اهل بیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. در ادامه برنامه جا داره که بعضی از شبهاتی رو که طبعا در ذهن بینندگان شیعه ما حتما خطور کرده و دلیلش همینه که آخوندهای مشرک شیعه همیشه وقتی که آیات توحیدی یا سخنانی رو که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد کمک خواستن، استعانت جستن و پناه بردن به الله سبحانه و تعالی ذکر میکنیم، مسائلی رو میارن، شبهاتی رو میارن که هدفشون گمراه کردن پیروانشون هست و کسانی که فریب اونها رو میخورن. یکی از شبهاتی که همیشه شاید شنیده باشید در شبکه‌های اینا مطرح میشه در کتابهاشون و در سخنرانی‌ها و منبراشون که وهابیت میگه که ما من دون الله رو میخوانیم یا به من دون الله پناه میبریم و ما رو قیاس میکنن به مشرکین، در حالی که
مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بت‌ها رو میپرستیدن و ما بت نمیپرستیم. ما از انبیا و اولیای الهی کمک و استعانت میجوییم و اینا بندگان نزدیک الله سبحانه و تعالی هستند، پیش الله سبحانه و تعالی جای و منزلت دارن و اینا بعضیاشون شهید شدن، شهدا هستند و شبهاتی از این قبیل مطرح میکنن که در این مورد اگر جناب حضرت مولانا لطف کنید و این شبهه‌ای که مطرح میکنن رو به استناد از قرآن و عقل و سنت بیان بدید. خود این در واقع شبهه‌ای که گفتند و راه فراری که برای خودشون یعنی پیدا کردند، خود این دلالت بر این دارد که این آقایون در واقع قبول کردند، در وجود خودشون باور دارند که این عملشون یک عمل شرک آمیز هست. یعنی اعمالی را که مشرکان به خاطر انجام آن اعمال برای بت‌ها مشرک شدند، چون که این کارها رو یعنی برای از بت‌ها می‌خواستند، استعانه می‌کردند از بت‌ها یا طلب حاجت می‌کردند از بت‌ها، استغاثه می‌کردند، در سختی‌ها بت‌ها را صدا می‌زدند. این موارد قبول کردند که این جزء مواردی هست که عبادت هست و مفصلا عبادت بودنش را، دعا را از روایات اهل سنت و شیعه و همچنین از آیات قرآن کاملا ثابت کردیم که طلب حاجت و خواستن و دعا کردن یک نوع عبادت هست. الان تفاوت این هست که این عبادت را، طلب حاجت را، استغاثه و استعانه را مشرکان به قول آیون از بت‌ها می‌خواستند. بت‌ها موجودات بیجانی بودند، از سنگ و آهن بودند، چیزی رو نمی‌شنیدند و هیچ گونه کرامت و فضیلتی رو و تقربی رو نزد الله متعال نداشتند. اما ما به خاطر این که امامان ما، اولیاء الله یا پیامبران یا بزرگان ما جاه و مقامی را دارند نزد الله متعال، ما از اینها می‌خواهیم. حالا شما چرا اومدید امامان ما را در سلک بت‌ها قرار دادید؟ مشرکان مکه از بت‌ها می‌خواستند، به خاطر این مشرک بودند، چون که از بت‌ها و از سنگ و کلوخ می‌خواستند. اما ما از بت‌ها نمی‌خوایم، ما از انسان‌هایی می‌خوایم که زنده هستند. به نص قرآن هم اونا زنده هستند، شهدا زنده هستند. پس بنابراین حیات انبیا و اولیاء الله چه بسا که از حیات اونها بالاتر باشه. پس بنابراین این نباید شرک باشه. خود همین توجیه کردن دلالت بر این دارد که در واقع این آقایون قبول کردند و می‌پذیرند که انجام این کار برای غیر الله متعال مانند بت‌ها در واقع شرک هست. اما فقط این شبههشون در این مورد هست که آیا انجام این و این طلب رو از غیر الله، یعنی از اولیاء الله، از بندگان صالح الله متعال خواسته باشیم، آیا این هم جز موارد شرک هست یا جز موارد شرک نیست؟ در مرحله اول عرض کردم که خود این اعتراض و شبهه دلیل بر این هست که آقایون قبول دارند که دعا و طلب حاجت عبادت هست و انجام عبادت برای غیر الله شرک هست. و نقطه دومی که در این زمینه وجود دارد این هست که مشرکان مکه در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و قبل از ایشان ملت‌های پیشین صرفاً بت‌پرست نبودند. یعنی معبودان مشرکان مکه و غیر مکه صرفاً سنگ و کلوخ و آهنی نبودند که خود اونها تولید می‌کردند و خودشون می‌تراشیدند، بلکه در کنار این بت‌های دیگری رو داشتند و که در واقع هم بت‌ها رو می‌پرستیدند و هم از جانب دیگر برخی از اونها فرشتگان رو می‌پرستیدند، از فرشتگان می‌خواستند. گروهی دیگر اونگونه که در باب استعاذه آوردیم از جن‌ها می‌خواستند یا از اولیاء الله می‌خواستند. تمام این موارد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و قبل از ایشان بوده. یعنی این که به تعبیر دیگر مواردی که مشرکان از آنها طلب حاجت می‌کردند منحصر به بت‌هایی که خود ساخته بودند نبوده، بلکه یک تعدادی از مشرکان از فرشتگان می‌خواستند، از یا اولیاء الله می‌خواستند، از انبیای گذشته در واقع طلب حاجت می‌کردند. و وقتی که ما به آیات قرآن کریم باز می‌گردیم این مورد کامل و واضح هست که معبودان مشرکان
برخیشون فرشتگان مقرب درگاه الهی بودند و برخیشون انبیای اولوالعزم الهی بودند و همچنین اولیای و مقربان بارگاه الله متعال. به طور مثال الله متعال در سوره اسراء آیه 56 و 57 این مطلب را به صورت واضح بیان کرده و من این مطلب را در ضمن از خود کتاب‌های شیعه و تفاسیر شیعه هم خدمت بینندگان عزیز نمایش میدهم. در آیه 56 و در سوره اسراء الله متعال خطاب می‌فرماید به رسول الله صلی الله علیه و سلم و آیه 56 هست در اینجا که الله متعال می‌فرماید قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، بگو که اون کسانی را که من دون الله هستند و شما گمان میکنید که آلهه هستند و مالک نفع و ضرری برای شما هستند، اونها را صدا بزنید. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، صدا بزنید آن کسانی را که شما گمان میکنید که غیر از الله میتوانند به داد شما برسند. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، آنها توانایی این که این ضرر و زیان را از شما دور بکنند یا این را حتی منحرفش بکنند، از شما اینو بردارند به یک کسی دیگری برسانند، چون این توانایی رو در واقع ندارند. تمام کسانی که غیر الله متعال هستند، قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، آنها توانایی این که ضرر و زیان را از شما دور بکنند، به صورت کلی مرتفع بکنند یا محولش بکنند به یک فرد دیگر، چون این توانایی رو ندارند. و در ادامه الله متعال می‌فرماید اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه، آن کسانی را که این مشرکان صدا میزنند، آن کسانی را که این مشرکان از آنان طلب حاجت میکنند، استعانت و استغاثه میجویند، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، خود آنها هم دنبال تقرب به بارگاه الله متعال هستند. نکته بسیار ظریف و جالبی هست که خود آن کسانی که مورد خطاب مشرکان هستند و مشرکان از آنها طلب حاجت میکنند، خود این افراد در پی تقرب به بارگاه الله متعال هستند. یعنی خودشون محتاجند که به الله خودشون محتاجند و خودشون دنبال این هستند که وسیله‌ای داشته باشند. و وسیله چی هست؟ وسیله طاعت هست. خود آنها دنبال توسل و دنبال وسیله و تقرب به درگاه الله متعال هستند. الان استدلال از این آیه چی هست؟ آیا بت‌ها تقرب می‌جستند به الله متعال؟ یا اصلا عبادت می‌کردند، توسل می‌جستند؟ نمی‌جستند. پس بنابراین این من دون اللهی رو که الله متعال در اینجا در آیه 56 می‌فرماید قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، که مالک نمیتونند از شما ضرری رو دفع بکنند، اینها بت‌های مشرکان نبودند، بلکه انسانهای مؤمن و پرهیزگار و اولیاء اللهی بودند که مشرکان از آنها میخواستند، مانند فرشتگان یا در واقع حضرت عیسی علیه السلام، عزیر و مریم. این تفسیر رو ببینیم از تفاسیر خود شیعه که در اینجا در صفحه 137 این کتاب، جلد سوم این کتاب هست، تفسیر صافی جلد سوم و سوره اسراء آیه 49 تا 60 و صفحه 137 این کتاب هست و آیه 56. قل ادعوا الذین زعمتم انها آلهة، شما از اون معبودانی که گمان میکنید معبود شما هستند، یعنی شما در مقابلشون تضرع میکنید، فروتنی میکنید و از آنها میخواهید، از آنها طلب میکنید، من دونهی که غیر از الله متعال هستند، کالملائکه و المسیح و عزیر، مانند ملائکه و مسیح و عزیر. یعنی این که همان گونه که مشرکان امروز یا به تعبیر دیگر کسانی که قبر پرست هستند از صاحبان قبر میخواهند به این بهانه که اینها اولیای الله متعال هستند، اینها امامند، امامزاده هستند، اینها پیامبر بودند، دقیقا همین مورد را الله متعال اینها را جز غیر اللهی که هیچ گونه نفع و ضرری را ندارند اینها را معرفی کرده. این من دون الله مانند که کالملائکه و المسیح و عزیر، مانند حضرت فرشتگان الهی و مسیح علیه السلام و عزیر. فلا
فلا یملکون یعنی فلا یستطیعون، توانی ندارند، قدرتی ندارند، کشف الضر عنکم که این ضرر رو از شما دور بکنن، کالمرض والفقر والقحط. شما برید پیش یک مرده، امام یا امامزاده یا پیامبر مانند مسیح باشه یا عزیر باشه یا مانند فرشتگان باشه، شما برید پیش اونها که اینها بندگان مقرب الله متعال هستند، ای امام رضا، ای عیسی مسیح، ای عزیر، ای جبرائیل و ای فلان فرشته دیگر، فلان مرض رو از من دور بکن، این فقر رو از ما دور بکن، این قحط و خوشحالی رو از من دور بکن. آیا وقتی که ما اونها رو صدا میزنیم که این ضرر رو از ما دور بکنن میتوانند؟ میفرماید که لا فلا یملکون فلا یستطیعون کشف الضر عنکم، نمیتوانند که این ضرر و زیان رو از شما دور بکنند، ضرر و زیان مانند مرض، مانند فقر، مانند قحط، ولا تحویل ذلك منکم الی غیره، نمیتواند که رو از شما متحول بکنند به یک فرد دیگر. یعنی نه تنها این که نمیتوانند این در واقع ضرر را، فقر را، بیماری از شما دور بکنند، حتی نمیتوانند فرد دیگری رو بیمار بکنند یا فقیر بکنند یا دچار قحط بکنند. هیچ گونه توانایی رو ندارند. اینها بت‌ها بودند؟ نه، بت‌ها نیستند، بلکه مقربان بارگاه الله متعال بودند. و جالب اینجا است که اولئک الذین یدعون، این کسانی که مدعو بودند، یعنی کسانی که مشرکان آنها را صدا می‌کردند به عنوان اولیاء الله، به عنوان مقربان بارگاه الهی. اولئک الذین یدعون، این کسانی که مورد درخواست قرار گرفتن، از اونها طلب شده، یبتغون الی ربهم الوسیله، خود اینها دنبال وسیله هستند، دنبال توسل هستند که به بازگردند به الله متعال. هؤلاء الالهه، این الهه یعنی امثال ملائکه، مسیح و عزیر، امام و امامزاده و پیامبرانی که از اونها طلب حاجت می شود و دعا و استغاثه و استعانه و استعاذه می شود، خود اینها هؤلاء الالهه یبتغون الی الله القربة بالطاعة، اینها خودشون دنبال این هستند که یک طاعتی رو انجام بدن، یک عبادتی رو انجام بدن تا اینکه نزدیک بشوند به الله متعال، تقرب بجویند با عبادت ها و طاعت ها به الله متعال. ایهم اقرب، ای یبتغی من هو اقرب منهم الی الله الوسیله فکیف بغیر الاقرب. این تفسیر جالبی کرده اینجا، میگه ایهم اقرب، حتی اون فرشتگانی یا مسیح، پیامبرانی و اولیاء الله مانند عزیر و پیامبران و امام و امامزادگان، هر کدام اینها که نزدیکتر هستند به بارگاه الله متعال، اینها بیشتر از دیگران عبادت و طاعت میکنند تا اینکه نزدیکتر بشوند به الله متعال. ایهم اقرب ای یبتغی من هو اقرب منهم الی الله الوسیله، حتی اونهایی که نزدیکتر هستند به بارگاه الله متعال، آنها دنبال توسل هستند، وسیله میجویند. فکیف بغیر الاقربی، اونهایی که دورتر هستند مانند امامزاده ها و نوا و نتیجه هایی که متاسفانه در ایران هر کسی که نسبش به پیامبر برسد یا نرسد براش یک بارگاهی متاسفانه با نامه های عجیب و غریب درست کردند. حتی مقربینشون یعنی نزدیکترینشون به الله متعال که رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، حضرت مسیح باشد یا فرشتگان باشند، آنها دنبال اطاعت الله متعال و در پی تقرب به بارگاه الله متعال هستند. و جالب است همین افرادی که شما از آنها امید دارید، امید نفع دارید و بیم ضرر دارید، مانند ملائکه و مسیح و عزیر، و یرجون رحمته و یخافون عذابه، خود این افراد، این انبیا و اولیا و ملائکه چیکار میکنن؟ یرجون رحمته، امیدوار رحمت الله متعال هستند، و یخافون عذابه، و از عذاب الله متعال میترسند. کسایر العباد، مانند بقیه انسانها، همان گونه که شیعیان عادی از عذاب الهی میترسند، امامان شیعه هم از عذاب الهی میترسند. همان گونه که امامان شیعه امیدوار رحمت الله متعال بودند، عملاً میبایست که شیعه ها هم به جای این که امیدوار رحمت ائمه باشند، باید امیدوار رحمت الله متعال میبودند. یرجون رحمته و یخافون عذابه کسائر العباد فکیف یزعمون انهم آلهه، چگونه اینها رو شما آلهه میدونید؟ آلهه دانستنشون یعنی این که صفاتی رو و کارهایی رو که مخصوص الله متعال هست شما برای غیر الله انجام بدهید، اون در واقع معبوده. قبلا عرض کردیم در بابهای قبلی که خود عبادت یک مفهوم گسترده‌ای دارد و مخ عبادت، اصل عبادت و تعریف عبادت اون گونه که در روایت شیعه و سنی اومده یعنی همون دعا
دعا عبادت هست به تعبیر آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. این عبادت رو وقتی که شما برای الله متعال انجام میدهید شما یکتاپرست هستید، موحد هستید. همین کار رو وقتی که برای غیر الله انجام دادید یعنی این که شرک ورزیدید و دچار شرک در واقع شدید. و وقتی که عبادت رو شما برای یک کسی دیگر غیر از الله انجام دادید یعنی این که آن فرد غیر الله را شما معبود خودتان قرار دادید. حقیقا بأن يحذر كل احد حتى الملائكه والرسل. در اینجا میگه این عذاب ربک کان محذورا، عذاب الهی شایسته این است که انسان باید پناه بجوید و خود را دور بکند از عذاب الهی. حقیقا یعنی سزاوار هست بأن يحذره كل احد، تمامی مردم باید از عذاب الهی پرهیز بکنند، خود را نجات بدهند. حتی الملائکه و الرسل، حتی فرشتگان و پیامبران و اولیاء الهی نیاز دارند که از عذاب الهی باید پناه بجویند. و در روایات متعددی در این زمینه ما می‌بینیم که در کتاب‌های اهل سنت اومده، در کتاب‌های شیعه اومده، در ادعیه بسیار زیادی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که از آتش جهنم در واقع پناه می‌بردند. الان این کسانی که در اینجا اومده در این آیه که الله متعال صراحتاً می‌فرماید که این کسانی که شما آنها را صدا میزنید و مورد طلب درخواست هستند از جانب شما، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، خود اینها دنبال تقرب هستند و خود اینها امیدوار رحمت الله متعال هستند و از عذاب الهی میترسند. لا فلا یملکون کشف الضر عنکم، نمیتوانند از شما ضرری رو دفع بکنند و نه اینکه میتوانند به شما نفعی را برسانند. اینها چه کسانی هستند؟ عین همین تعبیرات را ما ببینیم که امامان شیعه برای خودشون در واقع به کار بردن. عین همین تعبیرات را امامان شیعه برای خودشون اینها را کاملا به کار بردن. به طور مثال در کتاب بحار الانوار هست، جلد 25 صفحه 290 این کتاب، جلد 25 این کتاب، یعنی جلد 25 کتاب بحار الانوار صفحه 290 و از این چاپی که بنده دارم جز صفحه 154 است. در اینجا یک روایتی رو ذکر کرده از امام ابو عبدالله از کشی نقل می‌کند. قال ابو عبدالله یوما لاصحابی، امام ابو عبدالله یک روزی به اصحاب خودشون گفتند که الله متعال لعنت بکند نفرین الله بر مغیره ابن سعید و همچنین بر یهودی، زن یهودی که به مغیره سحر یاد میداد، کان یختلف الیها یتعلم منها السحر والشعبده والمخارق ان المغیره کذب علی ابی علیه السلام، مغیره دروغ بسته بر پدر من، فسلبه الله الایمان، الله متعال ایمان رو از اون گرفته. و ان قوما كذبوا علی ما لهم اذاقهم الله حر الحدید، میگه گروه دیگری هم اومدن بر من دروغ بستن. اینا رو چه شده؟ الله متعال اینها رو هم به سوز آهن اینها رو گرفتار بکنه، یعنی این که الله متعال گردن اونها رو بزنه. در اینجا مطلبی که امام ابو عبدالله فرمودند فوالله ما نحن الا عبید الذی خلقنا و اصطفانا، به الله قسم ما صرفا عبیدی هستیم، بندگان و بردگان اللهی هستیم که ما را آفریده. ما نقدر علی ضر ولا نفع، ما توانایی ضرر یا نفعی رو برای هیچ کسی نداریم. و این رحمنا فبرحمته، اگر به ما رحم بفرماید این از جانب رحمت الله متعال هست. و این عذبنا فبذنوبنا، اگر ما را عذاب بدهد به خاطر گناهان ما. ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه، میفرماید که اگر ما مورد رحمت الهی قرار بگیریم یعنی این که الله متعال بر ما ترحم فرموده، و اگر ما را عذاب بدهد یعنی این که ما را به خاطر گناهانمان و بنابر عدل الهی الله متعال ما را عذاب داده. و همچنین در این روایت در ادامش میگوید که والله لو ابتلوا بنا و امرناهم بذلك لكان الواجب الا يقبلوا، بالفرض اگر ما به اونها میگفتیم که از ما بیم ضرر داشته باشید، امید نفع داشته باشید، اگر ما هم میگفتیم نباید قبول میکردند و نباید این کار رو انجام میدادند. فکیف و هم یرونی خائفا، چه برسد به این که خود این شیعیان میبینند که خود من، یعنی امام ابو عبدالله میگه که خود من میترسم و در حالت لرزه و وجل هستم. استعد الله علیهم و اتبرأ الی الله منهم، الله متعال حساب اونها رو برسد و من از اینها بیزار هستم. اشهدکم انی امرأ ولدنی رسول الله صلی الله علیه وسلم، من یکی از اولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم هستم. و ما معی براءة من الله، و هیچ گونه براءتی از جانب الهی من ندارم.
این اطعته رحمنی، اگر من اطاعت بکنم الله متعال مرا مورد رحمت قرار میدهد. و این عصیته عذبنی عذابا شدیدا، اگر مخالفت بکنم و عصیان بکنم عذاب سختی به من خواهد داد. او اشد عذابه، یا سخت‌ترین عذاب را به من در واقع خواهد داد. این یک روایت هست و همین مطلب از قول امام رضا رحمت الله علیه هم در واقع نقل شده که امام رضا همین مطلب رو هم فرمودند. به طور مثال در همین جلد 25 در صفحه 344، جلد 25 و صفحه 344 در اینجا میگه و کان الرضا علیه السلام یقول فی دعایه، امام رضا در دعای خودشون همیشه این دعا را میخوندند و وردشون این بود که اللهم انا عبیدک، پروردگارا ما بندگان تو هستیم، انا عبیدک و ابناء عبیدک، و فرزندان بندگان تو هستیم. لا نملک لانفسنا نفعا ولا ضرا، ما برای خودمون نه مالک نفعی هستیم و نه مالک ضرری. ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نه مالک مرگی هستیم نه مالک زندگی هستیم و نه مالک زندگی بعد از مرگ هستیم، نه اینکه در واقع اختیار بعد از مرگ با ما هست. اللهم بعد این دعاهایی رو در اینجا دارد و میگوید که هر کسی که ما را مالک این موارد بداند اون در واقع گمان بکند که ما ارباب هستیم، ما از اونها در واقع بیزار هستیم. و یک جمله‌ای که اینجا در این دعای امام رضا رحمت الله علیه جالب توجه هست، این نکته است در اینجا که میفرماد لا نملک لانفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این تعبیر در واقع گرفته شده از آیه قرآن کریم است، سوره فرقان آیه 3. در سوره فرقان آیه 3 الله متعال به صورت واضح مطلبی رو در این زمینه دارد و میگوید که در سوره فرقان آیه 3 واتخذوا من دونه آلهه، مشرکان چیکار کردند؟ آلهه‌ای رو، معبودانی رو به غیر از الله انتخاب کردند برای خودشون. مشرکان معبودانی غیر از الله را انتخاب کردند و اتخذوا من دونه آلهه لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، که این معبودان توانایی خلق و آفرینش را ندارند بلکه خود آنها آفریده شده هستند. الله متعال آنها را آفریده، آنها چیزی را نمی آفرینند بلکه صرفا الله متعال آنها را آفریده. و جالب است میفرماد که ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، که برای خودشون مالک نفع و ضرری نیستند، ضرر و زیانی رو در اختیار ندارند. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، که آنها نه مالک مرگی هستند و نه مالک زندگی و نه مالک نشور و مرگ برانگیخته شدن و زندگی بعد از مرگ. دقیقا همین تعبیری رو که الله متعال در مورد آلهه ذکر کرده امامان شیعه اومدن، دقیقا همین تعبیر رو که لا نملک لانفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، این رو از خودشون در واقع نفی کردن. دلالت بر این دارد که انسان مسلمان باید همیشه نفع و ضرر خودش رو صرفا از جانب الله متعال بخواهد و هر کسی که غیر از الله متعال هست آنها تمام در واقع مخلوق هستند و مالک نفع و ضرری در واقع نیستند. غیر از این در آیات متعددی سوره انبیاء آیه 98 یا تا آیه 110 میبینیم که الله متعال بسیار جالب هست و میفرماد که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، و اشاره هست به این که رسول الله صلی الله علیه وسلم به مشرکان گفتند که شما و معبودان باطلتان انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون، شما وارد جهنم میشوید. لو کان هؤلاء آلهه ما وردوها، اگر اینها واقعا آلهه بودند، معبود بودند، خب اینا وارد جهنم نمیشدند. و کل فیها که الله متعال اشاره میفرماد که اینها در آتش جهنم خالد و برای همیشه هستند. لهم فیها زفیر، داد و فریاد میکنند و آه و ناله میکنند در جهنم. و هم فیها لا یسمعون، و در اونجا به هیچ عنوان نمیشنوند. و نقطه‌ای که من میخوام از اون استدلال بکنم این است که در ادامه این آیه باز هم الله متعال میفرماد ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، آن کسانی که از جانب ما مژده خیری رو دریافت کردند آنها در واقع از آتش جهنم دور هستند. بریم روی تفسیر قمی که ببینیم این آیه رو در واقع ایشون چگونه تفسیر کردن تا اینکه واقعیت برای مردم کاملا آشکار بشه.
و در تفسیر قمی و در این چاپی که بنده دارم صفحه 432 هست و سوره انبیا عرض کردم آیه 98 به بعد هست و روایت رو در اینجا آورده که میفرماید و فی روایت این روایت رو قبلا آورده انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم الى قوله وهم فيها لا يسمعون. و فی روایت ابی الجارود عن ابی جعفر، روایت ابو جارود از ابی جعفر اومده که قال لما نزلت هذه الآیه وجد منها اهل مکه وجدا شدیدا، وقتی که این آیه نازل شد این بر اهل مکه بسیار گران اومد. فدخل علیهم عبدالله ابن الزبعری و کفار قریش، تعداد از کفار قریش رفتن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم یخوضون فی هذه الآیه، در مورد این آیه با رسول الله صلی الله علیه و سلم مجادله میکردن. فقال ابن الزبعری محمد تکلم به هذه الآیه، آیه محمد این آیه رو گفته؟ آیه ثابت هست که این آیه از زبان محمد خارج شده؟ گفتن بله اینو گفته. ابن الزبعری رفت پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت که این اعترف بها لاخصمن، اگر واقعا بگه که این حرف من، اعتراف بکنه این آیه از جانب الله هست، این نازل کرده و من بر اون غالب میشم، مطمئن میشم که حرف من دیگه بالا میشود و محمد بی جواب میماند. فجمع بینهما فقال یا محمد، فجمع بینهما، این رفت این شخص پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال یا محمد ارأیت الآیه التي قرأت آنفا افینا و فی آلهتنا ام فی الامم الماضیه و آلهتهم، این آیه که شما به اون اشاره کردید در آیه 98 که انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون، این در مورد ما و معبودان ما هست یا معبودان امتهای گذشته؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بل فیکم و فی آلهتکم و فی الامم الماضیه الا من استثنى الله، بله در مورد شما و معبودان باطلتون مگر اون کسانی که الله تعالی اونها را مستثنا قرار داده. فقال ابن الزبعری خصمتک والله، الان حرف من غالب شد، تو دیگه الان جوابی رو نداری. الست تثنی علی عیسی، مگر شما تعریف نمیکنید حضرت عیسی را که این آدم خوبی بوده، شما قبولش ندارید حضرت عیسی را؟ خیرا وقد عرفت ان النصارى یعبدون عیسی، خوش شما میدونید که نصارا عیسی را عبادت میکنند، عیسی و امه، عیسی و مادرش را عبادت میکنند. و ان طائفه من الناس یعبدون الملائکه، و گروهی از مردم فرشتگان را چکار میکنند؟ عبادت میکنند. افلیس هؤلاء مع الآلهة فی النار، آیا اینها همراه با معبودان دیگر در آتش جهنم نیستند؟ در آیه قرآنی که خودت برای ما خوندی که در اینجا هست انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون، باید عیسی و به قول آقایون امامان ما همه باید وارد جهنم بشوند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم خندیدند. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا، فضحكت قریش و ضحك وقالت قریش خصمك ابن الزبعری. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم قلتم الباطل اما قلت الا من استثنى الله، مگر من نگفته بودم مگر اون مواردی رو که الله متعال استثناء کرده. الان شاهد در اینجا چی هست؟ این جمله‌ای که در اینجا از کلام خود امام ابو جعفر اومده که و ان طائفه من الناس یعبدون الملائکه، حتی در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم گروهی از مردم ملائکه را میپرستیدند و مسیحی ها عیسی را و مادرش را و زبیر را میپرستیدند، همان گونه که در آن زمان الله متعال معبودان باطل را گفته بود که هیزم آتش جهنم هستند، امروزه هم معبودان باطل هیزم آتش جهنم هستند. همان گونه که امروزه بسیاری از انسانها و مسلمانان متاسفانه اولیاء الله را عبادت میکنند، عبادتی را که باید خالصانه برای الله باشه، نظری که باید برای الله متعال باشه، طلب حاجت که برای الله متعال باشه، طلب دعا و استغاثه و استعانه و بقیه موارد که مخصوص الله متعال هستند، این موارد را از الله متعال گرفتن و برای غیر الله متعال انجام میدن. همان گونه که در زمان جاهلیت هم تعدادی از کفار و مشرکان این عبادت ها را و این اعمال را برای فرشتگان انجام میدادند، برای پیامبران انجام میدادند و الله متعال اونها را در واقع نهی کرد که این کار رو در واقع نباید انجام بدن. پس بنابراین این که گفته می شود که در زمان گذشته مشرکان صرفاً بت‌ها را می‌پرستیدند، این وجاهت نداره، حرف درست و عاقلانه نیست، بلکه در کنار بت‌ها اولیاء الله را هم می‌پرستیدند و یعنی این اعمال را، عبادت را براشون انجام میدادند، فرشتگان را، انبیا را مانند حضرت عیسی علیه السلام را در واقع دعا می‌کردند، از اونها می‌خواستند، اما الله متعال
به اونها تذکر داده قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، همون چیزی رو که امامان هم از خودشون نفی کردن. این نقطه دوم هست. این آیه بعدی که ان الذین سبقت لهم من الحسنى در مورد همین استثناء هست که بله، وقتی که اونا گفتند که حضرت عیسی علیه السلام که مثلا مورد عبادت قرار میگیره از نصارا یا عزیر یا مادر عیسی یا مانند حرفی که امروز مشرکان امروزی میگن که این پیامبر رو شما میگه که جهنمی هست، وقتی که ما از اون طلب میکنیم ما گفتیم نه، این جزء موارد نیست، این جزء استثنایی هست. امامان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، انبیا و اولیا و همچنین فرشتگان جزء این مواردی هستند که الله متعال در مورد آنها میفرماد ان الذين سبقت لهم من الحسنى، اینها مژده بهشت رو از جانب ما دریافت کردند، اولئک عنها مبعدون، اینها از آتش جهنم دور هستند. اما معبودان باطل دیگری که هستند اونها در واقع در آتش جهنم خواهند بود. و غیر از این وقتی که ما برمیگردیم به این که آقایون میگن که چرا بت‌ها رو با آوردید شما با اولیاء الله مقایسه میکنید، چرا آیاتی رو که در مورد بت‌ها هست اینو بر اولیاء الله، بر امامان و امامزادگان ما شما تطبیق میکنید؟ دقیقاً ما میبینیم که الله متعال در واقع حتی در روایات متعددی که در این زمینه از شیعه و سنی نقل شده که بت‌هایی رو که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مورد پرستش قرار میگرفتند نمادی از انسان‌های صالح و نیکوکار بودند. خود بت را نمی پرستیدند، این عبادت ها را و این تقرب و طاعت را برای خود بت انجام نمی دادند، بلکه به خاطر این که این بت نماینده‌ای هست و یک تندیسی هست، نمادی هست از انسانهای صالح و نیکوکاری که در زمان گذشته بودند و در واقع این طلب حاجت و استعانه و توسل و استغاثه صرفا از جانب آن انسانهای نیکوکار بود. همون گونه که امروزه انسانهایی میان به بهانه این که فلان صاحب فلان قبر انسان نیکوکاری بوده من از اون میخواهم، مشرکان هم به جای این که از بت بخواهند، این بت چون که نمادی از انسانهای نیکوکار بود در واقع این بت را جلوی خودشون قرار داده بودند و در واقع از آن انسانهای نیکوکار میخواستند. بنابراین دقیقاً همان عملی رو که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود داشته مشرکان مکه انجام میدادند، دقیقاً همان عمل امروزه هم وجود دارد و بسیاری از مسلمان نماها همان عباداتی رو که برای بت‌ها انجام میگرفت یا برای انبیا و اولیا و فرشتگان در زمان رسول الله انجام میگرفت و قبل از ایشون در زمان جاهلیت، متاسفانه همان اعمال هم امروزه سر قبرها و از افرادی که ادعای مسلمانی دارند انجام میگیره. فقط یک سوال کوتاه دیگه از استاد که بعضی از اینا میگن که ما که مستقلاً از امامانمون نمیخوایم، مشرکین می اومدن مثلا از لات و منات و عزا و اینها مستقلا از اونا رزق و روزی و فرزند و حاجات خودشون رو میخواستن. ما مستقلا از امامان نمیخوایم، این امامان بندگان نیک و صالح الله سبحانه و تعالی هستن، در کنار الله هستن، در نزد او هستن، اینها به اذن الله واسطه میشن و به اصطلاح از الله میگیرن و به ما میدن. این بحث استقلالیت که اصلش این در بحث عبادت میخوان اینو مطرح بکنن که در عبادت یعنی وقتی عبادت شمرده میشود، به طور مثال بحث طلب حاجت از غیر الله متعال، طلب حاجت از غیر الله متعال. خب یک انسانی میاد از یک بت طلب حاجت میکند، از یک بت یا هر کسی دیگری، و معتقد هست که این بت توانایی کمک کردن به من را دارد، توانایی کمک به من را دارد بالاستقلال. میگویند که این شرک هست، چون که در اینجا بالاستقلال در زمان جاهلیت مشرکان میگویند معتقد بودند که بت‌ها بالاستقلال خودسرانه از جانب خودشون چنین توانایی رو دارند که به ما کمک بکنند. حالا بت بله یا بت یا اون کسی که در واقع به نام بت اون رو صدا میکردند، اولیاء اللهی که در اون زمان بودند، گذشته اهم از فرشتگان و انبیا و اولیاء الهی. اما میگن که ما مستقلا از این افراد نمیخوایم، به تعبیر دیگر ما یعنی میدونیم که اینها انسانند، اینها ما میدونیم که انسانند. امام رو ما به هیچ عنوان به عنوان معبود خودمون صدا نکردیم، به عنوان رب خودمون صدا نکردیم. ما میدونیم که این رب ما نیست، مالک نفع و ضرر حقیقی ما این نیست، بلکه الله متعال است و اینها مستقل در این نیستند، اما باز هم توانایی نفع رساندن را یا ضرر دفع کردن را باید داشته باشند. و این تفاوتی است که متاسفانه با این تفاوت اومدن بسیاری از مردم را فریب دادن. اولا در زمان جاهلیت آیاتی رو که در قرآن
قرآن کریم هست و به صورت سوال هم هست و خیلی جالب هست. اگر بخوایم بررسی بکنیم، به هیچ عنوان کفار و مشرکان قریش معتقد به این نبودند که اولیاء الهی یا بت‌هایشون مستقل هستند در دادن خیر یا در جلب منفعت یا در دفع مضرت. به هیچ عنوان چنین چیزی معتقد نبودند، بلکه مشرکان مکه معتقد بودند که خالق و آفریدگار آسمان و زمین صرفاً فقط و فقط الله متعال هست، مالک نفع و ضرر فقط الله متعال هست، رزق دهنده فقط و فقط الله متعال هست و هیچ گونه استقلالیتی رو برای بت‌های خودشون قائل نبودند. همون گونه که مشرکین امروزی میگویند که اینها استقلال ندارند، در زمان جاهلیت هم مشرکان میگفتند که این معبودان ما استقلال ندارند، بلکه اگر الله بخواهد به اذن الله متعال میخواهند که میتوانند به ما کمک بکنند. به طور مثال در سوره یونس آیه 31 اگر نمایش بدید، بسیار جالب هست. الله متعال به صورت سوال این مواردی رو مطرح میکند از مشرکان زمان مکه که این در واقع بیانگر دیدگاه مشرکان زمان جاهلیت هست. الله متعال در این آیه میفرماد قل من یرزقکم من السماء والارض. سؤال از مشرکان میپرسند پیامبر من تو از این مشرکان سوال بکن، من یرزقکم من السماء والارض، چه کسی از آسمان و زمین به شما رزق و روزی میدهد؟ چه کسی به شما رزق و روزی میدهد؟ سوال دوم، امن یملک السمع والابصار، مالک سمع و بصر کی هست؟ این چشم و گوش را، این بینایی را، شنوایی را چه کسی به شما عنایت کرده؟ یا سوال سوم میفرماید و من یخرج الحی من المیت، حی را از میت، زنده را از مرده، مرده را از زنده چه کسی بیرون می آورد؟ و من یدبر الامر، سوال بکن از این مشرکان که مدیر و مدبر جهان هستی چه کسی هست؟ فسیقولون الله، همه جواب میدهند که الله متعال. فقل افلا تتقون، یعنی 4 سوال رو در اینجا مطرح کرده که چه کسی از آسمان و زمین به شما رزق میدهد، چه کسی مالک سمع و بصر هست، این بینایی و شنوایی رو چه کسی به شما داده، چه کسی مرده رو از زنده بیرون میکند و چه کسی مدیر و مدبر جهان هستی هست. جواب میدهند که الله متعال. یعنی هیچ گونه تدبیری را، هیچ گونه رزقی را و هیچ گونه سمع و بصری را و هیچ گونه توانایی رو برای اخراج میت از حی یا حی از میت را، این رو معتقد به بت‌های خودشان نبودند. در سوره مومنون در آیه 84 تا 89 باز هم همین تعبیرات رو الله متعال در واقع دارد و سوال میکند که به رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور میدهد الله متعال که سوال بکند قل لمن الارض و من فیها، سوال بکن از این مشرکان که زمین مالکی هست، هرچه در زمین هست اینها مال چه کسی هستند؟ ان کنتم تعلمون، اگر واقعا میدانید بگید، به ما جواب بدید که زمین، دنیا و ما فیها مال چه کسی هست؟ سیقولون لله، میگویند که مال الله متعال هست. یعنی هیچ گونه دخل و تصرفی را و ملکیتی را برای بت‌های خودشون قائل نبودند. قل افلا تذکرون، آیا شما پند نمیبرید؟ خودتون قبول دارید و خودتون در واقع میدانید که اینها مالکشون فقط و فقط الله متعال هست، اما باز هم میروید سراغ غیر الله متعال. سوال ششم، قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، مالک آسمان‌های هفتگانه و مالک عرش عظیم چه کسی هست؟ سیقولون لله، میگن اینا مال الله متعال است. قل افلا تتقون، نمیترسید، تقوا پیشه نمیکنید. قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر ولا یجار علیه ان کنتم تعلمون، سیقولون لله، میگفتند که الله متعال. قل فانا تسحرون، در سوره عنکبوت آیه 61 و 63 باز هم سوالاتی رو در این زمینه ما میبینیم که الله متعال میفرماد ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده، و سخر الشمس والقمر، و آسمان و خورشید و ماه را مسخر کرده، لیقولون الله، میگویند که الله متعال این کارها را انجام داده. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، چه کسی از آسمان باران نازل میکنه. تمام اینها جوابشون به این هست که الله متعال این کارها رو انجام میدن. پس بنابراین در زمان جاهلیت هم هیچ کدام از مشرکان آنگونه که الله متعال ذکر کرده یا حداقل گروه اکثریتشون وقتی که در باب ربوبیت از اونها سوال میشد تمام این موارد را نسبت میدادند به الله متعال و معتقد به این نبودند که در واقع این بت‌های ما مالکیتی رو دارند یا استقلالی رو در نفع رسانیدن یا در این برداشتن ضرر و زیان از انسان‌ها دارند. این نقطه اول. نقطه دوم این است که
حتی در زمان جاهلیت هم مشرکانی که عبادت میکردند این بت‌ها را، اولیاء الله را، فرشتگان را، هدفشون این نبوده و خودشون صراحتاً میگفتند که ما اینها را عبادت میکنیم به خاطر این که ما را به الله متعال نزدیک بکنند، نه این که خود اینها مالک نفع و ضرر هستند، نه این که خود اینها استقلالیتی رو در این زمینه دارند. به طور مثال الله متعال در سوره زمر میفرماد که والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها را صرفاً به خاطر این عبادت میکنیم که ما را به الله متعال نزدیک بکنند، ما به خاطر تقرب اینها را عبادت میکنیم، وگرنه میدانیم که اینها مالک نفع و ضرر ما نیستند، اله نیستند، در واقع خالق و آفریدگار ما در واقع نیستند. و همچنین الله متعال میفرماد و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، افرادی رو که نه مالک نفع هستند نه مالک ضرر هستند اومدن و عبادت میکنند و میگویند که اینها در واقع شفعای ما هستند، شفیعان ما هستند در روز قیامت. حتی مشرکان هم وقتی که این بت‌ها را، یعنی هم بت‌ها را که نمادی از نیکان و صالحان بودند و هم فرشتگان را یا حضرت عیسی مسیح را یا مادرش را یا عزیر را وقتی که صدا میکردند، هدفشون این بود که اینها شفیع ما باشند در روز قیامت و ما به توسل اینها در واقع تقرب بجوییم. و حتی جالب هست در زمانی که این مشرکان برای حج می رفتن، حتی در روایات شیعه و سنی این اومده، به طور مثال در تفسیر قمی در کافی این مورد اومده که کفار قریش وقتی که به مکه می رفتن و برای حج می گفتن، در تلبیه می گفتن لبیک لا شریک لک، لبیک لا شریک لک. این تلبیه بوده در زمان جاهلیت، حتی پروردگارا تو شریکی رو نداری، لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک، مگر یک شریک داری که اونم مال تو هست، یک شریک داری که هو لک تملکه و ما ملک، تو مالک آن هستی، مالک خودش هستی و هر چی که در ملکتون هست اونم بازم مال تو هست. یعنی این که حتی مشرکان مکه در آن زمان هم هیچ گونه استقلالیتی رو، ملکیتی رو به صورت استقلال برای معبودان باطل خودشون قائل نبودن، معتقد بودن تمام اینها برمیگرده به الله متعال. و نقطه جالبی که نشان میدهد که مشرکان بت‌های خودشان را و معبودان خودشان را مستقل نمیدانستند، موارد زیادی هست که در قرآن کریم اشاره شده به این که مشرکان مکه یا غیر مکه زمانی که دچار در تنگنایی گرفتار میشدند، صرفاً فقط و فقط الله متعال را صدا میکردند. یعنی اگر واقعا مشرکان مکه معتقد بودند که حضرت عیسی یا فلان فرشته یا فلان ولی از اولیاء الله یا فلان بت توانایی دارد که به ما کمک بکند، خب در حالتهای استثنایی و در زمانی که دچار مشکلات می شدند باید این بت‌ها را عبادت می کردند یا صدا می زدند. اما قرآن کریم در موارد بسیار زیادی به ما اشاره می کند، این مطلب را گوشزد می کند که مشرکان مکه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمانی که دچار سختی و مشکلات می شدند، صرفاً فقط و فقط الله متعال را در واقع صدا می کردند. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، صرفاً و فقط الله متعال در واقع در اونجا صدا می‌کردند و از غیر الله متعال نمی‌خواستند. فلما نجاهم، وقتی که الله متعال اونها را نجات میداد، اون وقت ما می‌بینیم که اونها دچار شرک می‌شدند، اذا یشرکون. و حتی در سوره کهف اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون، الله متعال می‌فرماد که اون کسانی که شما زمانی که در دریا دچار گرفتاری بشوید، اون معبودانی که در حال در خشکی شما صدا می‌کردید اونها رو کلاً فراموش می‌کنید. اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاه، فقط الله را در اونجا به یاد شما میاد. و آیات زیادی در این زمینه هم در قرآن وجود داره، در سوره لقمان و سوره های دیگر، که مشرکان مکه هیچ گونه استقلالیتی را برای بت‌های خودشون معتقد نبودند، وگرنه اگر معتقد به استقلالیت بودند حتی در سخت‌ترین شرایط هم می اومدند و بت‌ها را صدا می‌زدند. اما عملاً این گونه نبوده، بلکه به تصریح آیات متعددی در قرآن کریم اونها صرفاً می اومدند و از الله متعال در سختی‌ها
استدلال میکردن و استغاثه میکردن و از الله متعال صرفا میخواستن. پس بنابراین انسان مسلمان در هر حال صرفا باید از الله متعال بخواهد و اینکه در میان معبودان باطل زمان جاهلیت و معبودان امروزی تفاوتی وجود داشته باشه، عبادتی که اونها انجام میدادن شرک باشه، عبادتی که امروز مسلمانان برای غیر الله بالفرض انجام میدن و طلب حاجتی که در زمان جاهلیت انجام میدادن شرک باشه، طلب حاجت امروز از غیر الله این عبادت شمرده نشود و توحید باشه، چون این تفاوتی از آیات قرآن و از احادیث رسول الله و از عملکرد مشرکان برداشت نمی شود. بلکه حتی مشرکان قریش هم اگر معبودان باطلی رو عبادت میکردند، از اونها طلب حاجت میکردند، صرفاً به خاطر این که آنها را به نزدیک بکنند به بارگاه الله متعال، و مشرکان هم معبودان خودشان را مستقل در نفع رسانیدن یا دفع ضرر نمیدانستند. جزاکم الله خیر حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان، و تشکر ویژه دارم از تک تک شما بینندگان عزیز گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. جناب استاد 3 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه. 3 دقیقه مال آقای قزوینی هست، اگر اجازه بدید من سوالی رو مطرح بکنم برای آقای مزن. در بحث توسل نامشروع و طلب حاجت از غیر الله متعال، یکی از دلایل کسانی که این توسل نامشروع را و شرکی را توجیه میکنند این است که میگویند که خب عملا ما میبینیم که بسیاری از کسانی که رفتن سر قبر فلان امام و امامزاده حاجت گرفتند، طلب حاجت کردند، حاجتشون هم گرفتند. پس بنابراین معلوم می شود که امامان توانایی حاجت دادن را و دفع نیاز را یا دفع ضرر را و جلب منفعت را در واقع دارند. من سوالی رو در این زمینه دارم از آقای قزوینی و سوال این است که آیا برآورده شدن حاجت یک هندو و بودایی هنگام حاجت طلبی از معبودان باطلشان دلیل حقانیت و صحت دین و عمل آنان است؟ زیرا که عملا ما میبینیم که حتی هندوهایی، حتی مسیحایی که عیسی مسیح را میخونند حاجتاشون برآورده میشه. هندوها، بودایی ها وقتی حاجت طلب میکنند حاجتاشون برآورده میشه، وگرنه هر انسان عاقل 1 مرتبه 2 مرتبه 3 مرتبه حاجتش برآورده نشد زده میشه و دیگه میره سراغ کار خودش. وقتی حاجتشون برآورده میشوند میرن سراغ همون بت‌ها و معبودان باطلشون. آیا حاجت گرفتن مشرکان مکه از بت‌هایشان دلیل بر صحت عمل و اعتقاد آنان است؟ ابو جهل هم میرد پیش بت‌ها حاجت هم میگرفت، عملا مشکلش هم حل میشد. آیا این دلیل بر این است که این استغاثه اونها و طلب حاجت درسته؟ و سوال دیگر، یا همین یک سوال با تعبیر دیگر، این است که تفاوت برآورده شدن حاجت مشرکان از بت‌ها و برآورده شدن حاجت شما از قبرهای ائمه در چی هست؟ یک تفاوت معقول و علمی رو در این زمینه برای بینندگان ما بیان بکنه. البته شاید بیاد بگه حضرت استاد که اون هندو و سیک و بودایی و عیسوی که میرن اونجا حاجت میگیرن، در انگام دعا کردن حضرت علی رو وسیله قرار میدن در پیش بودا یا رام یا کرشنای خودش. ما منتظریم که انشاءالله ایشون این تفاوت رو بیان بکنند که این حاجت خواستن در کجا جایز هست، در کجا جایز نیست. آیا اگر صرفا این ملاک باشه که حاجت گرفتند، بعضی از مردم رو عملا دیدند که بسیاری از مردم شفا حاصل کردند و حاجت گرفتند، خب در کنار قبر در واقع انسان‌هایی که اصلا اولیاء الله نبودند، یا از بت‌ها یا از عیسی مسیح یا حتی از مجسمه‌هایی که هندوها و بودایی‌ها هم عبادت می‌کنند، احیانا می‌شود که حاجت گرفت. اگر تفاوتی هست این تفاوت رو بیان بکنن، اگر نیست هر دوتاشون شرک. فقط یک سوال میمونه حضرت استاد که همیشه در ذهن خطور میکنه و این رو مطرح میکنم بارها، که شما میگید که اینها مرده ها نمیشنوند و پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا و صلوات ما به ایشون میرسه، ملائکه میرسانن و به طبع فرزندان رسول الله که ائمه شیعه باشن، اینا هم دارای همین خاصیت که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به ارث بردن می باشن. بت‌ها گوش و چشم نداشتن که بشنون، اما انبیا و اولیا این چیزها رو دارن. اینو چطور میشه جواب داد؟ ببینید، بحث شنیدن اولا که باید از طریق صحیح ثابت بشه.
بالفرض این که میشنوند، اینجا چندین مرحله وجود داره. اولا باید این شنیدنشون رو ثابت بکنند که آیا واقعا میشنوند یا اینکه نمیشنوند. الان بالفرض که شنیدند، آیا برای ما جایز هست که طلب حاجت بکنیم از اونها یا طلب حاجت نکنیم؟ آیا عملا اون کسانی که میشنوند بالفرض در قبرشون هستند و میشنوند، آیا توانایی اجابت را دارند، میتوانند که در واقع حاجت ما را برآورده بکنند یا برآورده نکنند؟ آیات توحید در قرآن کریم واقعا یعنی کاملا مشخص و واضح است و الله متعال در سوره فاطر این مطلب را کاملا مشخص کرده و میفرماد والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. آن کسانی که دون الله هستند، به غیر الله هستند، اونگونه که در تفسیرم خوندیم که کسانی که من دون الله هستند حتی عام از فرشتگان باشند و حتی پیامبران باشند یا اولیا و امامان و امامزادگان باشند، الله متعال همه اونها رو مورد خطاب قرار میدهد که ان الذين تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. اینها مالک حتی پوست نازک خرمایی هم نیستند، هیچ گونه اختیاری رو در واقع ندارند، همان گونه که امامان هم این اختیار رو از خودشون نفی کردند که ما نه مالک نفی هستیم و نه مالک ضرری هستیم. در ادامه میفرماند ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. اگر شما صدا بزنید اونها را، معبودانی رو که غیر از شما بودند، اهم از فرشتگان باشند یا انبیا و اولیا باشند، اگر اونها را صدا بزنید، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. الان اومدیم ما تنازل دادیم، بالفرض این که اونها هم بشنوند، ما استجابوا لكم، توانایی اجابت شما را در واقع ندارند. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، و همین که شما از اونا طلب حاجت کردید این شرک هست و در روز قیامت این بندگان الله متعال، این اولیاء الله، به این شرکی که شما انجام دادید کافر میشوند، این را اصلا قبول ندارند. و چه انبیا باشند و چه اولیا باشند و چه امامزاده باشه، چون این شرکی رو هیچ کسی در واقع قبول نمیکند. پس بنابراین بالفرض این که اولا که نمیشنوند، بالفرض این که بشنوند، اجابت هم در واقع نمی کنند. عملا این گونه هست. ما عملا هیچ وقت ندیدیم که یک عالمی یک مسئله رو بالفرض گیر کرده باشه، بره از سر قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم و سوال بکند که یا رسول الله من در این مسئله گیر کردم، جوابش چی هست؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب داده باشند. بالفرض این که بشنوند، اجابتی رو ما در واقع قرآن نفی کرده که اجابت نمی کنند و وقتی که این در روز قیامت باشند، این رو الله متعال صراحتا میفرماید که در روز قیامت این شرکی رو که شما انجام دادید انکار میکنند و عملا این کار در واقع عبادت غیر الله متعال هست که الله متعال چنین عبادتی رو قبول نمی کند. آیه این بود که الله متعال می فرماد والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم و یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. الله متعال از جهان آخرت با خبر هست و از جهان غیب به شما خبر میدهد که اولا نمیشنوند و بالفرض هم که بشنوند نمیتوانند که به شما اجابتی رو داشته باشند. جزاکم الله خیر. من یک بار دیگه تشکر میکنم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان و تشکر ویژه از تک تک شما عزیزان و همچنین از همکاران عزیزمون در اتاق فرمان که ما رو تحمل کردن و همچنین بینندگان عزیزی که بعضیاشون داشتن تماس میگرفتن در اثنای صحبت حضرت مولانا، چون موضوع مرتبط بود نتونستیم در این هفته تماس شما عزیزان رو داشته باشیم. انشالله حتما در هفته آینده اون نیم ساعت رو اگر حضرت مولانا اجازه دادن تماس شما عزیزان رو خواهیم گرفت و همچنین بعد از 129 روز باز هم ما منتظر آیات عظام ناصر مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، نجم الدین طبسی هستیم تا به نامه‌هایی که فرستاده شده پاسخ بدن اگر جرأت و شهامت و مردانگی دارن. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، الله سبحانه و تعالی یار و نگهدارتان باد. جزاکم الله خیر.